دوستان عزیز، بار دیگر سلام. اینا درآمدگاه فابریکای زرگری گولیا گولد در دوی ماشونه کارخانه خود را باز نمودند. ببینید اینجا بیرقی تاجیکستان، ترکیه، بیرقی مغازه گولیا گولد. با مناسبت کشاده شوی فابریکا اینقدر یک دسترخوان بسیار پرناز و نعمت را آراسته کردم برای مهمانان. باز یک دسترخوان دیگر عزیزان دوستان برای تهنیتشان آماده ایستادند. بانوی عزیز کشور گولیا گولد را همه میشناسد، میدونند. 22 سال شد فعالیت کاری دارند در ساحه همین تجارت طلا. 1.5 سال پیش در مرکز شهر کوچه عینی یک مغازه بسیار کلان و برهوا شدند. در کشاده شویشان ما نیز از برندهای گوناگون جهانی است. حاضر اکنون فابریکای خودی که در همینجا هست نشان میدهم. انا اینجا باشد داخل فابریکا می شود. اینجا تجهیزات ها گذاشتگیم. بینید چقدر یک مساحتی کلان را گرفتگیم. به حد داخل اینجا کلان است. اینجا تجهیزات ها گذاشتگی دیدید. با نزدیکی متخصصان از ترکیه می بیایند. من بعد در فابریکای گولیا گولد در همینجا کار میکنند. دیگر دیزاین های گوناگون همش در همینجا استحصال می شود. چقدر ما پیشتر از ترکیه دیزاین دلخواه خود را فرمایش میدادیم، بعد چند آمده به ما میرسید. اکنون به ما بسیارتر آسان شد، خلای شد که دلخواه دیزاینی که معقول باشد میبیاریم. در متخصصان نفرانی که در اینجا کار میکنند نشان میدهیم، در مدت کوتاه به ما ساخته میدهند. این زواد علاقه در حالتیشان ما نیز اشتراک ورزیدیم. در همین پایانی بنا است. یکم ایتاژ، اینجا دویم ایتاژ می شود کارخانه یعنی فابریکای زرگری گولیا گولد. اکنون توجه نمایید با کسانی اگر آپتوم، طلا، جواهرات لازم باشد برای سودای خود، برای فروش، می توانید آمده طلا را با نرخ آپتوم خرید کنید. یعنی طلا با نرخ ارزان از فابریکای گولیا گولد. همش استحصال ترکیه است، چون که زوادی خود را دارند. همش 100% یگانه شما خرید میکنید و در مغازه های خود سودا میکنید. در اینجا انمی زیباگی هایی که میبینید همشان از فابریکای خودشان که در ترکیه قرار دارد گذاشته شدگی. از زیباگیشان کامera حتی قوت نمیکند که نشان دهد. ببینید چقدر جلو میدهند. به نهایت اینجا در نبارای زیبا، دستمانه و گوشت‌ها رو همه زواد علاقه در حالت آماده باشید. یعنی علاقه همه تجهیزات ها آورده شده است. یگانه در انتظار زرگرهای ماهر است. متخصصان با نزدیکی میبینند و فابریکا با پرگی کار خود را شروع میکند. خلاص دوستان عزیز، با گمانم توانستم که معلومات پرگی هم آید فابریکای زرگری گولیا گولد. میگن نمیتونید باری چیده برای که ما شما یکم بار میبینیم. چه شما را یکم بار میبینید؟ که دائمی گولیا گولد سابرینا جان. از این پس شما هم خیلی انشالله کلینتی دائمی شد میشین. کامپلکتورم اینجا روزی تماشا دارین. شما میتونین که نیم ساعتی وقتون رو در همین تلفن بیچاره‌تون گذرونین و پول کار کنید. 21 روز پس 5 10 20 هزار سومانی با یوری اپای نیلوفر. اپای نیلوفر در شرکت فابرلیکس ترش دیرکتور شده کار میکنن. همه دخترها را، زنها را به کار دعوت کرده است و میخواد که کار یا یگان سوم نمیگیره. رجیستراسیا обучение бесплатно. просто ثواب گرفتن میخواد. تمام به خرید و فروش ای خونه بیرون نبروماده در خونه که با یوری انمی تلفن به دیپلم سرتیفیکات یگان چی در کار نیست. زبانی روسی هم در کار نیست. میتونین که خانه ششتگی پول کار کنین. خریدن نمیفروشین. نه، خرید و فروش تمام شده در شرکت فابرلیک. уже просто онлайн کار میکنین. تمام نه که با نزدیکی با 100,000 روبل دیرکتور را توفا میکنن. ویتنام تماشا روی میکنن و یک گلپ در کادو رو بدید. دوستان یک دوگانه دارم هم قطیلا را دوست میداره که همه او را میشناسم. به فکرم دری باز ندیدمش، سخنی نگفتمش. اگه جای واخری مونه پیشی گولیا گولد کردیم.
با گفت شما کیه و خانم خسرو دیگانه من خودش تیلاییه گفتم که تیلا را دوست می‌داره صبری جو نمی‌رمشه صبری جان چقدر یاد کردم همچون هر روز زورش میکردم که تستر بیارم خدا تیلا در خشروی تیلا چنی خود خشمه سد که خودت خشروی تیلا را زیب میدی برای چی را من تلگرام کردم برای که ایره اینجا گرفته ایگولا و اینا فابریکای زرگری چلک شدم مورا که دیگه من کردن نمیشه فقط اینجا ماندنه مورا شا دیگه صبرینه را خدا میتوه هر روز در فابریکا ای فهم نکنی صاف دیگه نیام من باور دارم هر کسی که تیلای گل دا میبینه ای او دل کنده نمیتونه قرض میگیرم میبینه تیلا میخرم قرض میگیره و تیلا میموند گفتنمونم که تیلاهای اپای گولیا نرخوشون به حد نرخوی دسترس ارزان صفتی به درجه اولیش نکوزی ببر میکنیم آده که کدام میشه بگیریم دیگانه من خودش تیلاییه گفتم که تیلا را دوست می‌داره صبری جو نمی‌رمشه صبری جان چقدر یاد کردم همچون هر روز زورش میکردم که تستر بیارم خدا تیلا در خشروی تیلا Tu voz no dice nada, dame la mano,